فرمون شیری تازه. خیلی ممنون. اینجا هم مواظب خودتان باشین. شما دیگه شیر نمیخواین؟ نه ممنونم. من مطمئنم که اون بزنش اختلاف داره. فقط اونایی که یه مسئله خانوادگی دارن اینجوری گرفتن. یکی دو بار که تنها بوده دیدمش. راستی یه جور دیگه است. خب منم وقتی تنهام یه جور دیگه ام. ولی جناب سروان وقتی تنهاست با تو خیلی فرق داره. اگه اینجوری که تو میگی چرا طلاقش نمیده؟ طلاق واسه یه همچین موقعی گذاشتن. منم به خودم همینو میگم. ولی بعدش به این نتیجه رسیدم که نمیتونه طلاقش بده. یعنی میخواد بده و نمیتونه. اونم جناب سروان یاوری. وقتی میگم تو باید بشینی قصه بنویسی بی خود نمیگم. میدونی یه فرض دیگه هم هست. ممکنه اون بخواد زنش رو طلاق بده ولی روش نشه بگه. میدونی چرا؟ چرا؟ چون میبینه زنش رو دوست داره، یا مثلا ممکنه زنش دختره کسی باشه که سروان باش رو درباسی داره، در نتیجه نمیخواد صحبت طلاق دخترش رو باش مطرح کنه. هر حال من تو کوکش بودم، حتما باید مسئله همچین چیزایی بشه. ببینم تو اصلا مطمئنی که اون زن داره؟ البته که داره، باید داشته باشه. چرا؟ اگه زن نداره پس واسه چی ناراحته؟ واسه اینکه به جای یه تکاور یه آدم خیال باف زیر دستشه. پاشو وضعیت قرمز شده. پاش بریم. هی بیا. بالاخره داریم برمیگردیم. همه سوار شدن. میریم پایگاه. خدا کنه وضعیت دوباره قرمز نشه. بسیار خوب عملیات. میریم دنبالش. تمام. مصطفی پایین. اون پایین. دارم به طرفمون تیراندازی میکنن. ضد انقلابان دموکراتن. شاید هم کامله. بریم سراغشون. حیف که حالا وقت نداریم. خوب چشماتونو باز کنید. ما بناست دنبال یه خلبان عراقی بگردیم که بچه‌ها هواپیماشو زدن. خلبان عراقی کجا؟ رو کاریمانگا. روشن هست؟ بله. تو هم شنیدی؟ یعنی میخواین بگین بر نمیگردیم پایگاه؟ همین ارتفاعاته. میدونم.
اینجا کاریمانگاست. مراقب باشین. عملیات، صدای منو میشنوی؟ عملیات. صدا تو میشنوم، بگوشم. ما الان روی کانیمانگا هستیم. شنیدم استیفن. حالا موقعیتتون رو دقیقاً گزارش بدید. بگوشم. ما یکی از سوژه ها رو شناسایی کردیم. موقعیت 730114. نوع سوژه هم YG23. آسیب دیدگی 100%. تمام. از سوژه اصلی چه خبر؟ نباید زیاد دور شده باشه. میریم دنبالش. تمام. موفق باشید. چتر نجات. اونجا رو نگاه، چتر نجات. اونجاست به ساعت 9. اونهاش اون بسه. صدامو میشنوی؟ صدا تو شنیدم اسمی 50. اونو پیدا کردیم. برگرد اینجا.
آنجاست دارم میگیرم. همه میدونن چی کار بکنن؟ آره. من نگفتم کسی تیراندازی نکنه. نه بیامون درسن. خوشی خودت هم بیوه. نه همون درسن. برای درسن. منو سر بده من. خودم میزنم. گفتم بدش به من. روزامنه. کجا میری؟ دارن تیراندازی میکنن. میتونن ما رو از بین ببرن. اونا پایین گیر بیافتن برگرد. باید کابرا بره جلو. CB21 صدامو میشنوی؟ صدا تو شنیدم ST57 من میرم سراغشون. عملیات صدای منو میشنوی؟ صدا تو شنیدم استیپن. به گوشم. ما سوژه رو پیدا کردیم ولی یه گروه ضد انقلاب مزاحم کار شدن. احتیاج به کمک داری؟ فکر نمی کنم. اگه لازم شد بهتون خبر میدم. برو به اون سمت. باید افراد رو نجات بدیم. اگه جلو نریم آبکشمون میکنن. نمیتونیم. برگرد. کجا داری میری؟ من مسلسل دارم. خب داشته چرا تکاوران نمیرن توی شکار؟ چرا پناه نمیگیرن اونا؟ اکوشک! عصا بزنش! بزنش! عصا! تفنگ بده من! تفنگ بده من بیفته!
تا میشنوم CB 21. یحیایی زخمی شده، تنهایی نمیتونم ادامه بدم. اگه بتونم میرم پایگاه. زخمی شده؟ یحیایی زخمی شده. بهش بگو اگه یه خود دیگه مطرشون کنه کار تموم میشه. اگه بخوام همینطور ادامه بدم میترسم هلیکوپترم نابود بشه. زدمش! بر شیطون لعنت. ببین چی میگم. الان یه راکت بزن وسطشون. میشنوی؟ تنهایی نمیتونم. تو کجا داری میری؟ با یه راکت کارشون تمومه. داره سقوط میکنه. اوضاع بدتر شد مصطفی. حاضری بریم؟ آره بریم. چیکار بریم؟ ناصرید فرار کنن. باید زنده بگیریمشون. بیاین. بیاین. فکر میکنی بتونیم بچه ها رو بیاریم بالا؟ معلومه که نمیتونیم. اونا دارن نزدیک میشن. یه تیر بزنن به ملخمون مثل سنگ سقوط میکنیم. پس من میرم پایین. دیوونه شدی؟ اونا همتونو میکشن. میگی اینجا بشینم بذارم افرادم کشته بشن؟ وقتی من رفتم پایین سعی کن اونا رو معطل کنی. هر کاری میتونی بکن تا با بچه ها از اونا دور بشیم. منم با شما میام جناب سلمان. نه لازم نیست. همون کاری رو که گفتم بکن. برو پایین تا دیر نشده. خیلی خوب. چطوری میخوایم برگردیم؟ فردا همین موقع خودمونو میرسونیم به محل سقوط میگ. البته اگه زنده بودیم. بگو اونجا بیان دنبالمون. چه معرکه‌ای رو انداختن. انگار اومدن دنبال باباشون. صبی ببرش، من هوا تو دارم. خیلی خوب. بلند شو ببینم. بلند شو. برو دیگه منتظر چی هستی؟ برو. ساعدوني الحقوني ساعدوني. کن ببینم. نه ولش کن زنده لازمش داریم. فراهانی آمری بیاین. اصاب فراهانی آمری. سروان اومده پایین. لابد میخواد از شر زنش خلاص بشه. خوشمزدگی رو بسه برای بعد. بیا. را بیافت. مواظب باشید. مواظب باشید. باید خودمونو برسونیم پشت اون درخت‌ها. اون کیه؟ میشناسیش؟ صبی هی عصب بزنشون.
به مریم بگو حق با اون بود، تقصیر من. مصطفی بلند شو بیا یالا. من دیگه اصلا فشنگ ندارم. کمک الان میرسه. موقعیت محل 7 1 2 3 0. همین الان به طرف درخت‌ها رفتن. هر کاری میتونید بکنید. خلبان عراقی هم همراه شده. ما مجبور شدیم برگردیم. تمام. شنیدم. کبرا برگشت پایگاه. ما هم سعی خودمونو میکنیم. اگه بتونیم افرادو با خودمون میاریم. تمام. موفق باشید. برو. بلند شو. فراهانی میشه تا وقتی تو این وضع هستیم فکر آمری رو از سرت بیرون کنی؟ خیلی سعی میکنم ولی نمیتونم. منم برای آمری ناراحتم. برای اون تکاور و خلبان کبرام ناراحتم، خیلی بیشتر از تو. ولی هر کاری یه جای خاصی داره. حالا که وقت عزاداری نیست، اگه ما هم یه دقیقه غفلت کنیم دیگه کسی نمیمونه که دقاس خون اونا رو پس بگیره. درسته قربان. خیلی خوب. عربی بلدی؟ یکم. میتونی ازش بپرسی چه مرگشه؟ چه شده؟ آخرشنی. به نظر من که هیچ مرگش نیست. فقط میخواد انقدر ما رو اینجا معطل کنه تا اونا سر برسن. دخیلك لا تضرب. یالا را بیفت. دخیلك. برو. بیا. حالا نه اسد. حالا نه. الان وقتش نیست. هر وقت من گفتم. ولی اون یک کبرا بود. گذاشته بودی کارشو ساخته بودم. مثل اون یکی. اون وقت تکاورا پایین میریختن و اینجا جهنم میشد. خلبانم از دستمون میرفت. میفهمی که ما خلبانه رو میخوایم. خلبان اصل کاره. خوب شد گفتی. و اینه معلوم نبود چی میشد. پس هر وقت من گفتم اسد. هر وقت تو گفتی. تا کی باید اینجا بمانیم کاکوشنگ؟ آفتاب دارد میشینم. تا وقتی هلیکوپترها اینجان کار زیادی نمیشه. اونا عمدن بالای سر من دور میزنن. میخوان ما همینجا به زمین بچسبیم تا رفیقاشون فرار کنن. حالا کی از دست ما فرار کرده؟ کاک بهرام کی تونسته فرار کنه؟ اونا جایی ندارن برن. هر جا برن میگیریم دست بسته میبریمشون کم. البته اگه عمرشون به دنیا باشه. اون تا چند نفر بردار از اون طرف برو جلوشون. آقا زاده شما با ما بیان خط میگیرمشان. اسد با خود من میاد. کاک بهرام خیلی احتیاط کن کار خراب نشه. با هم پشت سرت میای. کلاش خیلی باد داره. اگه از دست ندتش خوبه. میتونی خودتو برسونی به حاشیه درختان؟ بله قربان. پس باید سریع بری. سعی کن توجه هلیکوپترها رو به خودت جلب کنی. فکر میکنید فایده‌ای داشته باشه؟ به هر حال سعی خودتو بکن. یعنی شما رو با این تنها بذارم؟ چیه؟ میترسی منو بخوره؟ نه منظورم اینه یالا که- دیگه وقت تلف نکن. یواش. آوا چی بود؟ هیچ نبود.
دیوانه این آفام عوضی خبر دادم میذاری به جیب؟ نمیدانی این علامت ها؟ کریم بله کاکبران کاکوشنگ را خبر کن خودشان را برسانم کامو کن آهای برگردید برگردید هی یه کمی دیر رسیدم قربان منو ندیدم فکر می‌کردم بهشون نرسی حالا ضد انقلابام تندتر میام ما باید چیکار کنیم؟ ما هم باید تندتر بریم برو تو که نمیترسی من از تنها چیزی که میترسم اینه که از پشت تیر بخورم آدم اگه بنا باشه تیر بخوره که پشت و جلو نداره تو سرکرده اونا رو تونستی ببینی؟ نه نتونستم میشناسینش؟ قیافش خیلی برام آشناست ولی هر چی فکر میکنم یادم نمیاد کجا دیدمش بیا جلو یلا زودتر زودتر برای میرسن شما بریم مالي هذا مالي شكرا جناب سروان نگاه کنین برای اون علامت گذاشتم مالي هذا مالي بگردش ببین چیز دیگه هم باشه
مثل اینکه هر چی داشته توی راه گذاشته و اومده. وایسی. میتونیم اونجا مخفی بشیم. اینا بذار یه جا همین نزدیکی ها. میخوام کاملا تو دید باشه. بیا بیا. تا اینجا یه انقلاب که بد نگذشته. خوب جلوی چشم هست؟ جاش عالیه. آب میخورین؟ تشنم نیست. عطشان؟ آره کی میره این همه راه رو؟ اصلا نمیفهمی چرا از طرف اون علامت گذاشتین. تو که فهمیدی؟ با این کار آخرتون کاملا متوجه شدم. میخواین دنبال علامت رو بگیرن و برن، بعد ما راحت برگردیم. میخوام دنبال علامت رو بگیرن و برن، درسته. ولی این که برگردیم اینش زیاد درست نیست. یعنی نمیخوایم برگردیم؟ یه چیزایی هست که نمیذاره به این سادگی برگردیم. اول شما بخورید. تعارفو بذار برای وقتی که وضعمون بهتر از حالا باشه. چه چیزایی نمیذاره برگردیم؟ یکیش خون آمری و اون تکاور بیچاره است که حتی نتونستم اسمشو بفهمم. دلم نمیخواد وقتی چشمم به زن و بچه اونا میفته به خودم لعنت بفرستم که چرا دست خالی برگشتم. داشت یادم میرفت که مصطفی رو اونا کشتن. منم با شما موافقم. وقتی خواستن از اون پایین رد بشن همشون رو میبندیم به رگبار. چطوره؟ قبل از اون باید یه چیزی رو بفهمم. باید یادم بیاد سردسته اونا رو کجا دیدم. خب شاید تو ارتش بوده قبلا. شاید تو ارتش دیدینش. شاید. ولی کجای ارتش؟ تو قسمت اداری مثلا. فکر نمی کنم. توی گردان. خیلی بعیده. کجا دیدمش؟ اگه زنده موندیم به اندازه کافی وقت داریم با اون فکر کنیم. وقتی توی دوربین دیدمش احساس کردم باید دنبالش بیام. همینجا باید بفهمم اون کیه و الا بعداً هیچ وقت نمیفهمم. یه چیزی بهم میگه فکر کن و نذار از دست در بره. پس این دفعه ما باید دنبال اونا را بیفتیم. جالبه. خودم میرم. تو باید اون خلبانو ببری به پایگاه. از چرا نمیخوری؟ ببرشون پشت. یالا. وایسه. بابا کیه؟ کلک خلبانان است. حتما رودخونه رد شدن. حاج بهرام؟ بله.
یه نفر بفرستون برا ببینه ردشون رو پیدا میکنه یا نه. سفتر. بله. یه نفرم بفرستون شکاف. من خودم میرم. منم میام. فرهانی؟ من اینجا جناب سروان. رفتن؟ اومدم. مواظب باش صداش در نیاد. مطمئن باشین. ای وامانده گله خواهی چیزی نیست برگردیم. ترساندی کاکوشنگ چیزی پیدا نکردم. آنجا نبودم. از حتی اون جلوها رفت. خبری نبود. خیلی خوب بریم. بیا اینو بگیر من میرم دنبالشون. بذارین من برم جناب سروان. نه چی شد اسد خان؟ باری شدی؟ دیگه چشام از دور خستگی جر نمیبینه بابا. کمران نمیدیم. نشونه ای چیزی پیدا نکردی؟ دیگه نه. اگه از همین طرف رفته باشن الان رسیدن به عراقیا. اگه گیر اونو نیفتن برمیگردن تو بغل خودمون. رودخانه گذاشته باشن چی؟ اون وقت صبح تو کمپ خودمون میریم ملاقاتشون. هنوز نمیدونی جلوی افراد عادی نباید سوال از خستگی بکنی بچه؟ این شبم نخوابیدم و اینه هیچ خسته نمیشدم. استراحت میکنی. همینجا تا صبح استراحت میکنی. به بیسیم چی بگو یه بیسیم بزنه به کمپ بگه شاید تکاورا اون طرف رو پیداشون بشه. شاید اونم مثل اسد خسته شدن و یه گوشه کفاشونو گذاشتن. یه چایی ترتمیز میدیم ما بخوریم؟ افراد خوب را میرن کاک بهرام. مثلا چیزی برای خوردن داری؟ اما چی دارم
اوکی. ملنوم محصور البول چی خوردی مگه؟ برام پشت. شکرا. کی اینو باز کرده؟ تو؟ انت؟ ناکس. اذا فرار القتل الموت. فهمیدی؟ معطلش نکنی ها. زود برگرد. زود. شکرا. تفنگم کجاست؟ خواب بد دیدین؟ به دشمن تاری شده؟ باید به خودم ببرمش. اون خیلی چیزا میدونه. ببین کجا پیداش کردم خدا. کی فکر میکرد تو این کوه کمر بالاخره یه سرنخ پیدا کنم، اونم بعد از 2 سال. کیو میگین؟ اون میدونه برادرم کجاست. باید ببرمش به هر قیمتی که شده. باید همون موقع که تو دوربین دیدمش میشناختمش، ولی مهم نیست. مهم اینه که بالاخره پیداش کردم. جان سروان، من اصلا از حرفاتون سر در نمیارم. نمیتونی سر در بیاری چون برات پیش نیامده کسی که برات هم برادر بوده، هم پدر، هم معلم بوده، هم رفیق، کسی که تو رو بزرگت کرده، تو رو به همه جا رسونده، کسی که تو زندگیت به هر چیزی که نگاه کنی جای پای اونو ببینی یهو گم بشه، مثل آب توی زمین فرو بره. 2 سال دنبالش نگشتی، به هر خراب شده ای سر نزدی، هر شب خوابشو ندیدی، مادرت تو رو به چشم مقصر گم شدن اون نگاه نکرده. تو نبایدم بفهمی. حالا اون که اون پایینه که حتی از یادت هم رفته بود همه چیزو میدونه. اون باید به من بگه چرا با برادرم یه دفعه غیبشون زد. ممکنه من خیلی چیزا رو نفهمم، ولی اینو میفهمم که ما 2 نفریم و اونا 15 نفر. این خلبان و موزی هم رو دستمونه که هر کلکی بتونه میزنه تا از دستمون فرار کنه. با این وضع ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم جز اینکه سعی کنیم برگردیم. کی گفته تو بیای؟ من خودم باید اونو بگیرم. تنها؟ ولی شما قبل از اینکه بتونین چیزی بفهمین کشته میشین. بدنتون رو سوراخ میکنن، فرصت هیچ کاری بهتون نمیدن. همونطور که به مصطفی ندادن، به اون تکاور بیچاره ندادن، همونطور که خلبان کبرا رو روی هوا زدن. ممکنه، ولی ترجیح میدم بمیرم و دیگه تو سیاهی این راز دست و پا نزنم. ولی من نمیتونم بذارم شما تنها برید اونجا و کشته بشین. به تو مربوط نیست، به هیچ کس مربوط نیست. این مسئله منه و اون. ولی جان سروان، تو همین الان برگرد، اون خلبان وردار، برو به جایی که میگ سقوط کرده. هلیکوپترات اصل میان دنبالت. جلوش در آمدم. عینی بزیرا میده خواست بگریزه، ولی من دست انداختم گلی گردنش، عینی جوجه گرفتمش. حواست هست؟ گفتم کجا؟ خنجر تا تپاندم تو دلش. گفت چشاش ایجوری گردند. من خنده هم آمد. چشاش ایجوری افتاد روی هم. راهش کردم، عینی سنگ افتاد زمین. گمان بردم مرده، اما دیدم هنوز تکان میخوره. شارگش هم زدم. گفتم این دفعه زنده بمانی کاری ندارم، میتونی بری جهادی زندگی تو بکنی. به آخر نکشتی. نه پیایی کاک خوابه.
آنجاست برخیزید پخش باشید پخش باشید آنجا بخواه شما 2 نفر برید دنباله بزنیدش هیچ کس اینجا نیست مکوشنگ من یکی رو دیدم از رودخانه گذشت پس هنوز یکیشون این طرف فراهانی شما جناب سربان چه آتش بازی براتون رو انداختن به موقع برگشتین خلبان آزاد کردی رفت؟ فکر رو نباشین جناب سربان محکم بستمش همچی که نمیتونه یه مورچه از خودش دور کنه بس اومدی اونجا که با تیراندازیت کار من خراب کنی؟ اون متوجه شما شده بود من نمیزدمش اون شما رو میزد میزد که میزد تو باید با اون خلبان میرفتی من به تو دستور نداده بودم پس کی باید اونو ببره پایگاه کی؟ ببینید من اومدم به شما بگم بهتر اونا رو دنبال خودمون بکشونیم مگه نگفتین تا عصر قرار هلیکوپترها بیان دنبالمون حتما یه تعداد از بچه‌ها میان اونجا میتونیم حسابشون رو برسیم خیلی خوب حرفتو زدی حالا برگرد اون خلبانو با خودت ببر از اینجا البته اگه دیگه خلبانی تو کار باشه ولی طرف شدن با اونا کار یه نفر نیست هست یا نیست به من مربوطه دلم نمیخواد کسی به خاطر من طوریش بشه دلم هم نمیخواد فردا کسی چیزی بگه چرا کسی چیزی بگه مثلا کی میخواد بگه چرا ما با کسانی جنگیدیم که بهمون حمله کردن میخواستن ما را بکشن تا خلبانو ببرن تحویل بدن و دستخوش بگیرن ما اونا رو نکشیم اونا ما را میکشن مثل مصطفی پس کی میخواد چیزی بگه با من بحث نکن برو باشه جناب سربان من خیال کردم وظیفه دارم کاری که میتونم بکنم ولی حالا که شما دستور میدین میرم
تفنگتا بنداز زمین. تا تفنگتا بنداز زمین ما نکشتمت. بنداز. حالا همین جور بیا آقا. باش. تکان بخورده. برگرد. اگر تکان بی جا بخوری باباتو میارم جلوی چشات. های رفیق، من یکی شانا گرفتم. او یکی بگو اگر تیر بنازه رفیقش را سوراخ میکنم. بهش بگو تفنگشا بنازه زمین ها و از او پشت بیاد بیرون. تکان نخور نپیا. رفیقم رفیقتو گرفته. تکان بخوری میکشم. او پشت بیا بیرون، دستاتان بذار روی سره. چرا خفخان گرفتی؟ میام بیای بیرون. من این را میکشم اگر نیای بیرون ها. اگر نیای بیرون میام سرتم میبرم ها. کی تیر انداخت؟ من. گمانم که مرده. شایدم تومانش خراب کرده. مثل اینکه هیچ جنگی رو نمیشه دست تنها برد. بعضی جنگا رو 2 نفری هم نمیشه برد جناب سروان. اگه طوریت شده بود تا عمر داشتم خودم رو مقصر میدونستم. بعضی وقتا آدم باید یه دیوونگیایی بکنه جناب سروان. درسته. بدون بعضی دیوونگی ها آدم زیادی عاقل میمونه. من میگم یه دیوونگی دیگه هم بکنیم. حالا که 5-6 تاشون موندن همینجا کار تمام میکنیم. اون خلبان مطمئنی که نمیتونه فرار کنه؟ اگه بتونه یه سانت جام بخوره پلاک شکی از اونا پس گرفتیم خودم دوباره میزنم به سینه‌اش. خیلی خوب فراخان. گفتی اسم کوچیکت چیه؟ ذبیح قربان. خیلی خوب ذبیح. بریم این قضیه رو تمومش کنیم. بله قربان. دود شدم رفتن هوا. خیلی درد میکنه. بچه ها بر نگشتن؟ هنوز نه. کاکوشان زنده است. پس رفیقان چشان شده؟ حتما کشتنشان. اسد. بله. میتونی کاسه سرشو داغون کنی؟ چرا نمیتونم؟ پس بزنش.
کار میکنی کاکسد؟ ها کاکسد میخوام بزنم تو کاسه سرش. هر وقت گفتی میزنم. کاسه خلبان را کجا بیابیم اگه این را بزنیم؟ گور پدر خلبان مردشور هرچی خلبان رو ببرم. پس جواب سردار را چی بدیم؟ مگه دیشب تو بیسیم نمیگفت باید همشان را دست بسته ببریم کم؟ اگه نزنمش به سردار چی جواب بدم؟ بگم اون هفتش تا از بچه های منو لطو پار کرد منم گذاشتم زنده فرار کنه؟ این کجا میتونه فرار کنه؟ جایی نداره بره کاکوشان. میریم دنبالش از پا که افتاد میگیریمش. اون یکم زنده است. دوتاشان را میگیریم کتشان را میبندیم و میبریمشان کم. منم اول همین خیالو میکردم ولی اینا تکاورن. تکاورن که تکاورن؟ ما هم پیشمرگیم. اش بگو تکاور داریم تا تکاور. هر کاری که میخواید بکنید به من چه؟ چیکار کنم؟ فعلا دست نگه دار. ای برای آب را گشتیم کاکه. او یکی که صالح گفت از آب گذشته نیافتیم. دوتاشون که او بره آمد کدامشان آمده بود ایبر؟ اینجور به چشم آمد. مرد شروع چشاتا ببرن. مرا ببین که با کیا آمدم جنگ. برای ایبر. مثل این که حیبت ما رو که دیدن در رفتن. میگم حالا که را در رفتن چطور ما یواشکی در بریم؟ پس چرا شلیک نمی کنن؟ اونجا قایم شدن؟ لای درخت ها. پس بیاین این طرف جمع سران. اگه میخواستن تا حالا هر دومونو زده بودن. خلبان حتما اون براشون مهمه. گمونم داره همون چیزی میشه که تو میخواستی. مجبورن دنبالمون بیان. اگه دستشون به خلبانه برسه ما رو زنده نمیذارن. را بیف بریم. 2 نفر رو بفرست دنبالشون. اگه جای خلبانو پیدا کردن با تیراندازی مشغولش کنن. ما هم از عقب میاییم. شما ها برید. حواستان باشد که نبینندتان. اون ستام همینجا بمونن. یه بیسیم بزن به کم بگو بیان ببرنشون. ایبر برید به کاکوشنگ بگو زودتر خودشانو برسانن. من بروشان تیر میاندازم میرم دنبالشان. اینجا چه سران؟ یه سانت هم نتونستی جان بخوره. برو بالا. حقرا ملاعین پاشا باید یه خورده بدایی. پاشا بینم. حقرا کلاب. برو بینم برو. بریم جام سران. بیاین ایبر
تندتر خسته نباشین بده خسته نباشی باید برو عجله کن تندتر یا عبد یا الله را بیا عبد میگی باشه ببینم پاشو گمانم کششان بیای همینجا استراحت میکنیم. آتشان بهتر نیست استراحت بزنیم برای یه جای دیگه؟ باید مطمئن باشم از همین طرف میان. آتشان بشین بله استراحه زیاد نخور دل درد میگیری آتشان باش واسه بعد بفهم جام سلام الکوفه انت الکوفه بله من الکوفه نگفتم ناکس اهل کوفه است بهتره یه خورده عطشان باشی تا بفهمی امام حسین از دست شما چی کشیده اگه حمل بر فضولی نکنین میخوام بگم من از قضیه برادرتون هیچ چی دستگیرم نشد اون یارو با برادرتون چیکار کرده؟ منم میخوام همین ازش بپرسم. برای شما از کجا مطمئنین که اون چیزی میدونه؟ شاید این همه خطری که میکنین بی نتیجه باشه. اون درست همزمان با برادرم قیبش زد. خودتونم میدونین که نمیتونه قانع کننده باشه. تا حالا هیچ برات پیش اومده همه تو رو مقصر بدونن و تو حتی ندونی مقصر هستی یا نیستی؟ خب آدم یا مقصر هست یا نیست؟ بعضی وقتا حقیقت به این سادگی ها نیست. گاهی اوقات تو اشتباهی نکردی ولی از بس همه تو رو به چشم مقصر نگاه میکنن که تو یواش یواش گیج میشی اطمینان تو از دست میدی. تو جریان انقلاب موقعی که امام دستور داد ارتشیا برن بین مردم من که از اون وضع دل خوشی نداشتم ولی مدتی بود کادر شده بودم از پادگان فرار کردم و رفتم اصفهان اما برادرم به این سادگی ها نمیتونست تصمیم بگیره. از اون به بعد هر وقت هم دیگر میدیدیم اون به من نصیحت میکرد که برگردم منم سعی میکردم طرز فکر اونو عوض کنم. بعد انقلاب پیروز شد برگشتم ارتش من شدم یاوری انقلابی اون شد یاوری حیران. دچار دودلی و تردید عجیبی شده بود. چند تا از رفقاشو به جرم سرکوب مردم گرفته بودن یکیشونم اعدام شد. هر بار میرفتم خونش سعی میکردم بهش بفهمونم که این انقلاب چرا اتفاق افتاده تا اون از تردید درش بیارم ولی اون هیچ وقت چیز مهمی نمیگفت. یه شب از دستش کلافه شدم یادم رفت که اون منو بزرگ کرده سرش داد کشیدم بهش گفتم اگه خودش اصلاح نکنه خیلی زود سر از جریانای ضد انقلاب در میاره. بهش گفتم ارتش شده جزو انقلاب و آدمایی مثل اون هیچ کاری نمیتونن بکنن. همین سردسته ضد انقلاب رو چند بار باهاش دیده بودم تا توی کارشو که در آوردم فهمیدم زیر پای داداش نشسته. همه اینا رو بهش گفتم اما داداش یک کلمم حرف نزد فقط خندید. فردا شبش زنگ زدم که ازش معذرت بخوام گفتم نیومده دیگه هم نیومد. شروع کردم دنبالش گشتم بیمارستانا پزشک قانونی زندانا خونه قوم و خویشا این طرف اون طرف این شهر اون شهر اما بیفایده بود. روزا دنبالش میگشتم و شبا خوابشو میدیدم. نه از زندش خبری بود نه از مردش
خانواده اون، فامیلا و حتی مادرم منو گناهکار میدونستن. میگفتن اگه تو تند نمیرفتی اون نمیرفت. بعد از 2 سال دیگه نمیدونم مقصر هستم یا نیستم. ممکن آدم از دستی کسی برنج رو باش قهر کنه، ولی کسی که با یه انقلاب قهر میکنه نباید آدمو با جنبه‌ای باشه. از دیشب تا حالا خیال برم داشته که نکنه پشت سر اینجور آدما کسی مثل داداش ایستاده باشه. اون فرمانده خوبی بود. ما اونو با خودمون میبریم. فقط صبر کنیم بچه‌ها بیان، هر طور شده میگیریمش. راستی میدونیم مصطفی راجع به شما چی خیال میکرد؟ ها. خیال میکرد شما با زنتون اختلاف دارین و نمیتونین هم طلاقش بدین. عین خودش. با زنم؟ من و اون به خاطر این جنگ هنوز حسابی همدیگر رو ندیدیم تا ببینیم اختلافی داریم یا نه. انگار دارن میرن. من گفتم لای درختها پنهان شد. از این بود خونه ما مفت و مجانی بریزه. اگه میخواستن همونو میزدن. بریم دنبالشان. الان خودشان را لای درختها گم میکنن. عجله نکن. چرا چسبیدیم به زمین؟ گفتم عجله نکن کاک مهران. گمونم یه فکرایی تو سرشونه. کدام فکر کاکوشنگ؟ اون دوتا فکرشان کجا بود؟ این دست اون دست بکنیم جانشان را برداشتن، خودشان را گم کردن. تو احمق بیشور، اگه این چیزا رو نفهمی حق داری. ما رو این که چوپون بودی میفهمی چوپون سر 4 تا پاستا رو بریدی مهم شدی. و الا تو اون کله پوکت به جای مغز پشکل گوسفند ریختن. اصلا نمیفهمه که اگه اونا میخواستن فرار کنن دیگه لازم نبود تیر بندازن. نمیفهمه که باید میذاشتن ما اونوری بریم. اون وقت با اون قیافه نحسش هی داره به من امر و نهی میکنه. مردی که یه جرانبار خر. حسد تو از بچه ها رو وردار از اون برو تو درختا. خاله عثمان بریم. اگه خبری شد علامتتون یه رگبار هوایی باشه. بیفتید. ما لایق این حرفا بودیم کاکوشنگ. بعد این همه زحمت مزدمان همینه. چوپانی برای شما ننگه، برای ما افتخاره. بیفتین. بریم کاکا، بسپارش بخوام. سیاره. برو. چی کار میکنی مرتی که خر؟ حواستو جمع کن. بریم. خوشت آمد. ساعدوني ناكس فرار كالجنة سبب. ساعدوني. تعالوا ساعدوني. عزيفة ساعدوني. الحقوني. ساعدوني. بریم بلندش کن. بلند شو. دخیل کن نقربونی. زمین ببرش.
را بیفت. تو اینو ببر دامنه همون کویی که گرفتیمش. اگه تا 1 ساعت بعدش رسیدم که هیچ، و الا برو به محل سقوط میگ. شما چی؟ من میمونم بقیه‌شون رو مشغول کنم. دست پا اینو میبندیم و کار یه سره میکنیم. اگه نشد چی؟ اون وقت کی اینو میرسه؟ دست من میمونم. تو همش باید با من چونه بزنی. دست رام سرت نمیشه را بیفتی که. بلند شو. یلا بلند شو. خاك بحيا بابتم حالي بين موجي هسه بزعم هسه هيجني آرام هيجني ما تنسى شو ليش هیچ نبوه بیاین بروید اخشید عملالا بلند شو. معطل نکن و الا همینجا میکشمت. بهشون بگو اگه یه قدم دیگه جلو بیان خشابا تو تنت خالی میکنم. بهشون بگو. بعدم اونا تیکه تیکت میکنن. اونش اصلا مهم نیست. مهم اینه که اول تو رو میکشم. تو آدم احمقی هستی چون نمیدونی که برای منم مهم نیست. حالا معلوم میشه. نشونه گیریتم که افتضاحه.
بعدیشو تو ستون فقراتش میزنم. به خاطر این کارت خودم میکشمت. برید عقب. اسد اونا رو ببر عقب. این دیوونه خیال میکنه اینجوری میتونه فرار کنه. اون نمیتونه جایی ببرتت. من نمیذارم تکون بخوره. اون راست میگه. به نفته که تسلیم بشی. جرأت داره تکون بخوره. تسلیم بشی قول میدم کاری باد نداشته باشن. ما فقط خلبانو میخوایم. همون که گفتم. برید عقب. شب نشده کت بسته میارمش. شنیدی کاک بهرام؟ تا اسد رازیش کن. شتاب نکن حالا. به موقع مغزش خودت داغم میکنی. بیا بریم. دستتو بچش. خیلی خوب. ما عقب میریم. فقط بهت بگم اگه یه مو از سر اون کم بشه تا اون سر دنیا میام دنبال تو تیکه تیکت میکنم. برین عقب. یا بریم از اون بچه ها خیلی واردن. اگه تا شب با تیر نزننت مطمئن باش میخوان نصف شب سرت ببرن بذارن رو سینت. گفتم عقب‌تر. اون خلبان کمت بود که واسه خودت گوز بالا گوز درست کردی؟ من جایی تو بودم همینجا خلبانو میدادم و جون خودم و رفیقم و ور میداشتم و هر جهنمی که میخواستم میرفتم. از دیروز 100 بار میتونستم با گوله سوراخت کنم ولی نکردم چون زنده میخواستمت. منو زنده میخواستی؟ واسه چی؟ برای اینکه 2 ساله دارم دنبال یه نفر میکردم. کسی که قبل از گم شدن زیاد دور برش میپلکید. زنت بود؟ برادرم غلام حسین یاوری. یاوری؟ نمیخواد بگی اونو نمیشناسی. اینقدر تو رو با اون دیدم که همچین دروغایی رو باور نمیکنم. خودم مثل کارات مزخرفه. اینم یکی از ولی من همچین کسی رو نمیشناسم. را بیاف آقای مختاری. این اسمو دیگه از کجا پیدا کردی؟ تو گواهی نامت. برو یالا. همین الان راه افتادن. ما میریم دنبالشن. به گوشم. این دفعه اگه گمشون کنیم خودم همتون رو میکشم. تمام. هلیکوپتر! نتوستیم بیاین! من همچین کسی رو نمیشناسم. تو اشتباه میکنی. گفتی اسمش چی بود یاوری؟ یالا. گفتم که بلند میزنم. شو وایسا. گفتم بلند شو. میخوای منو بکشی؟ لازم باشه میکشم. بلند شو. بلند. برو. هی! هی! چیکار میکنی؟ نزن! نزن! اسد! فرار کن! برو تو درختا! برو تو درختا! بابا! هی! فرار کن! برو!
مسخره باسی در را یاد. بلند شو. گفتم بلند شو. بلند شو. گفتی از من چی میخوای؟ برادرمو سرگار دیاوری، همونی که قد بلندی داشت. درسته. همونی که سینه‌شو جلو میداد خیال میکرد خداست. پس اونو میشناسی؟ آره خیلی خوبم میشناسم و میدونم الان کدوم قبرستونیه. بگو کجاست، از همینجا برو دنبال کارت. جدی؟ تنها کاری که من دارم جویدن خرخره توه. از کدوم طرف؟ من راجع به تو چیزای زیادی میدونم. وقتی فهمیدم زیر پای برادرم نشستی تعقیبت کردم. خونتو یاد گرفتم. اما قبل از اینکه از کارت سر در بیارم فرستادنم مأموریت. وقتی برگشتم پرونده قبل از انقلابتو پیدا کردم. خیلی سیاه بود. راه انداختن چماقدارا، سرکوب تظاهرات مردم، تعقیب سربازای فراری. اینا رو واسه برادرم گفتم. ولی از فرداش اون گم شد. هر کجا که به فکرم رسید دنبالش رفتم. حتی اومدم در خونت. اونجا بود که فهمیدم تو هم تو همون تاریخ گم و گور شدی. دقیقا همینطوره. اون کجاست؟ چرا باید بگم؟ چون پسرمو کشتی؟ پسر تو؟ اگه اسدو نمی کشتی شاید باد کنار می آمدم. ولی حالا دیگه امکان نداره. دشمنی یه آدابی داره که هر کسی باید خوب بلد باشه. اونو هر کی بود من از پشت زد. اگه به جای دستم به قلبم زده بود الان مرده بودم. اون دستش لرزی چون من باهات بودم. دفعه پیش درست به هدف میزد. اونو خودم آموزشش داده بودم و به خاطر اون چیزی رو که میخوای بهت نمیگم. چرا؟ این اونو زنده میکنه؟ زنده نمیکنه ولی تو رو میکشه. اینجا نگی تو زندان مجبور بشی بگی. اینقدر زنده نگرت میدارن تا حقیقتو بگی. زندان؟ میشه بگی چجوری میخوای منو ببری زندان؟ برای اینکه خیالت راحت بشه میگم. ساعت 5 درست پشت اون تپه ها هلیکوپترها میان دنبالمون. جداً با برادر زمین تا آسمون فرق داری. حیف احمق که به تو بگن. تو خیال میکنی رفقای من میذارن پای شما به هلیکوپتر برسه؟ میذارن یه هلیکوپتر جرأت کنه روی زمین بشینه؟ شب که تو سلول تنها موندی خودت به عرضه رفقات میخندی. ولی میتونی بگی برادرم کجاست تا یه جوری با هم کنار. نه. این حرف آخرته؟ تو اگه بتونی منو با خودت ببری و اگه مجبورن کنن هر چیزی رو که میدونم بهت بگم مطمئن باش این یکی رو نمیگم. به حرفش میارم. اون همه چیزو میدونه ولی حاضر نیست یک کلمه هم حرف بزنه. من از کجا میدونستم تو این هیروویر پسرش کشته میشه و اون سر قوز میفته؟ بهتر نیست این مسئله رو بذاریم برای بعد. یواش یواش باید راه بیفتیم. یه چیزی تو دلم داره به هم میگه اگه اینجا چیزی نگفت هیچ وقت زبون باز نمیکنه. معلوم نیست ضد انقلابا بذارن پامون به هلیکوپتر برسه. اونا دیگه نمیتونن کاری بکنن. فقط 2-3 تا هستن. بک محرم دارن میان از اون طرف. بهشان علامت بده. چشم. بلند شو. این از اون جا هست که مرگ و زندگی آدم دست خودشه. کم پیش میاد که مرگ به شور و عقیده داشته باشه. تو هم برادرت گم شده اومدی سراغ من؟ بلند شو. بگو برادر جناب سروان کجاست؟ از همینجا برو پی کارت. تو رو نمیشناسم که شفاعتتو قبول کنم. پات برسه پایگاه دیگه از جناب سروان کاری بر نمیاد. اینجا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. من اگه جای اون بودم قید همه چیز میزدم و یه گوله تو مخت خالی میکردم. عرضه این کارا رو ندارید. تمام جناب سروان. منم کن. اینا از کجا پیداشون شد؟
باید قبل از اینکه محاصرمون کنن را بیفتیم. فکر میکنین میذارن حرکت کنیم؟ را بیفتریم. را بیفتین گله. تونتر. او یا رحمانتون بلنده. بیفتین. جالب هلیکوپترها نیان. اگرم بیان پایین نمیان، کور که نیستن. اون همه آدم با آرپیجی و تیربار اونجا هستن. برا کمانم دارن از پا در میان. دیشبم نخوابیدن. من اگه جای شما بودم تسلیم میشدم. ارتشی باید اهمیت داشته باشه. جون شما به اندازه یکی از ملخ‌های هلیکوپترم ارزش نداره. البته مطمئنم اونا نمیان دنبال شما. از الان سعی میکنن یه جوری به فکر مبادله شما با اسرای ما باشن. همینجور دستامان را بذاریم رو دستامان فایده نمی کند. من میگم اینا خیالاتی به سرشانه. نمیدانم چه خیالاتی، ولی اونجورم که گمان میبردم بی خیال نیستن. من میتونم واسه تو یه کاری بکنم. چه کاری؟ میفرستمت عراق. برو اونجا عشق دنیا رو بکن. ببینم فقط تو عراق خیرت میره؟ چطوری منتظر بشیم جناب سروان؟ باید راه بریم. انقدر راه برید تا جونتون در بیاد. من میگم تا شاه نیامده بهشان حمله ببریم کاک مسعود. از 4 طرف. تا کاکوشنگ سیرشانه یه حرف مفته. تکان بخوریم بلا سرش میارن. او تقصیر از خودشه. هر بلایی که ببینه تقصیر از خودشه. جانشون بداد کم داده. حرفای دراش از ذهنت بیرون میریزه. انگار خیال برات داشته. ارزه داشتی چرا همون وقت نشان ندادی؟ این زن شوهر مرده هی غرغر میکنه. ما میگم شوبشه آخر خودشان را گم میکنن. ما میگم عثمان با 5 نفر از اولا، عزالدین با 5 تا از اینا دورشان بگیرین تا هوا تاریک بشه. کارشان نکنید تا من بهتان بگم. تو هم به حال مانا به کم خبر بده. محاصرمون کنن باز بدتر میشه. یه فکری بکنین سروان. فقط باید صبر کرد. انقدر صبر کنین تا جونتون بالا بیاد. چیکار میکنید؟ برگردین سر جاتون. برگردین وگرنه اینا میکشم. بریم جلو. گفتم بریم گمشین. برگردین. اگه محاصرمون کنن هلیکوپترها نمیتونن بشینن. اونا باید برگردن. برگردین. بس کن. وقتشه که تسلیم بشید. تاریک خفه شو. چند تا فشنگ داری؟ 5-6 تا. پس بهتره تحریکشون نکنی. بریم تون تنگه. بچه داری؟ یه دختر 1 ساله. خوبه. اگه میدونستم اینطوری میشه زودتر شوهرش میدادم. به به. فکر میکنین آخرش چی بشه سروان؟ خودت چی فکر میکنی؟ به نظرم انتظار میکشیم. میگیم الان هلیکوپترها میان. 1 دقیقه دیگه میان. بعد شب میشه. هر دومون خوابمون میبره.
یه موقع بیدار میشیم و میبینیم خرخرمون میسوزه. ما زنده بر نمیگردیم. ولی من میگم صبر میکنیم. یه دفعه یه صدایی به گوشمون میرسه. اول نمیفهمیم صدا از کدوم طرف میاد. بعد میبینیم از پشت اون تپه هاست. یه دفعه سر و کله هلیکوپترها پیدا میشه. اون وقت من میدونم و این به همین خیال باش. درست میگفتین. انگار بچه ها نزدیکن. مواظب باش، ممکنه تیراندازی کنن. هلیکوپترایی که میگفتی اومدن. میریم تو سنگا. یعنی امیدی از سروان؟ تسلیم بشید. اگه تسلیم بشید شاید تو کم یه چیزایی راجع به برادرت بهت بگم. اگه الان به کی میسرم؟ اگه با هم بیای شاید ترتیب ملاقاتتو بریم جناب سروان. اون کجاست؟ همه چیزا میگم. اون با شماست؟ شاید. برو میفرستم پیش اون هیچی نمیدونه. برماش چرا؟ تو دروغ میگی. کسی که میدونه اون کجاست میتونه به کمک کنه. منم میتونم همه چی رو بهتون بگم. یا الان یا هیچ وقت. دلم میخواد مثل همیشه گل بکاریم بچه‌ها. موفق باشید. تمام. همینجا منتظر میشیم. نگفتم خیالاتی تو سرشان ها؟ خفه شو.
تماس بگیر ازشان بپرس حالا چه کار باید کرد. الو پوشش آتش. ما نمیتوانیم کاری بکنیم. برای کاکوشان را هم با خودشان میبرن. چه دستوری میدید؟ همشان را قربان. کاکوشنگ باشانه. پس او را چه کار کنیم؟ تا نفس آخر مبارزه کنید. اگه خواستن سوار بشن همشونو بکشین، حتی کاکوشنگو. دنبال ما بیایید. ديني انا اما تو نمیکشم بی شرفا. دارن میان. بریم بالا. یلا را بیافت. دیگه کارتون تمومه. تو کنجگیرشون انداختیم کاک مسعود. برو جلو. گفتم برو جلو. ما برای کار دیگه آمدم. با رئیسم کار دارم. میدانم با تو چه کار کنم. کاک بهرام، منم کاک هوشنگ. اشتباهی نزنی. یکی یکی بفرستشون بیان. تیراندازی میکنن. ای بی نداره، مجبوریم. پس من دستشونو باز میکنم. چطوری بسوي؟ برو لا لا برو لا انا خاف. انا طيار عراقي. انا طيار عراقي. ديروا بالكم لا ترموني. دا تسمعوني؟ لا ترموني ديروا بالكم. انا طيار عراقي لا ترموني. دا تسمعوني ديروا بالكم لا ترموني. واحد منهم يريد يرميكم والثاني ما عنده عتاد. رجلي. كلاب حقراء اولاد الحرام. ليش رميتوني؟ ليش رميتوني؟ مو قلت لكم انا طيار عراقي. ليش رميتوني؟ كلاب حقراء. بعد رميتوني ماكو. حقراء كلاب. مو قلت لكم انا طيار عراقي. ليش رميتوني؟ ليش رميتوني؟ قلت لكم انا طيار عراقي. کاک بهرام، منم کاک هوشنگ. تیراندازی نکنید. هی منم.
کاکوشنگ! بلم کن زمین! یاوری غلام حسین یاوری مثل تو یه دنده بود اونو کشتم هیچ وقت با ما نبود کلک میزد میخواست ما رو گیر بندازه اونو کشتم کشتمش خاکش کردی با اسد خاکش کردی دارم میکشتم تو